چرا ایران به دست افغان‌ها افتاد؟ شاه سلطان حسین صفوی پس از حمله محمود افغان علما رو جمع نمود و از آنان راه حل خواست. علما گفتند چگونه این کافر جرأت کرده به مملکت امام زمان دست درازی کند؟ از ساعه دعایی می‌خوانیم و او را دود هوا می‌کنیم. سپس دستور طبخ آشی سحرآمیز صادر فرمودند که پخت آن میبایست با خواندن دعاهای مخصوص همراه باشد. پس از پخت آش خبر آوردند افغان‌ها به دروازه‌های اصفهان رسیدند. سلطان حسین دوباره علما رو فرا خواند و علت رو جویا شد. علما گفتند احتمالاً به هنگام پخت آش بادی از خادمان در شده و آش به خوبی عمل ننموده است. سریعاً دستور پخت آشی جدید صادر شد و برای اهل مطبخ گماشته نهادند تا مبادا از کسی بادی خارج شود. آش پخته شد اما نتوانست جلوی لشکر خصم را بگیرد و با ورود محمود افغان به کاخ دودمان صفویان بر باد رفت و ایران به دست افغان‌ها افتاد. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید پیج تاریخ پارسی رو فالو کنید.